خب جمع چیز خان این درس دوم هست اینجا. بعد این بار میخوام بیشتر برای پالیگان توضیح بدم که سوال داشتی. بعد من الان اینجا لس آنجلس هست، یه پارک اینجا. بعد من این پارک رو درست کنم ببینیم. همونطور که گفتم تو اینجا توی آبجکت پالیگان رو که سلکت بکنیم اینجا پالیگان میزنی اد. معمولا زوم میکنم که دقیق ببینم از کجا میخوام کار بکنم دیگه. کلیک دکمه کنترل فشار میدم و همینطور میرم دور جایی که میخوام. اگه لازم باشه زومات میکنم با همون چیز دکمه چرخ ویل مال ماست. حتی ادامه بدم تا جایی که میخوام. این خونه رو نمیخوام توش بذارم، دورش میرم. خونه دیگه هم هست، اینا رو نمیخوام توش بذارم، میرم دورش چیز میکنم که اینا توش نباشه. تمام. بعد دوتا کلیک اینجا. حواست باشه که اینا نباید اوورلپش کنید تو این یکی. این من اینا درست کار نمیکنه اینجا. این باید باش وقتی بسته شده جایش نباید تماس داشته باشه. بعد برای اینجاش میتونی بعداً یه پالیگان دیگه درست کنه اینجا. برای بعدی میتونه اوورلپ کنه ولی تو خودش یکی نه الان یکی دیگه شد. بعد این یکی برای این اولی الان روشن هست. مطمئن باش ممکن باش میخوای کار کنی روشن باشه. الان این روشنه، برای این یکی الان این روشنه. این اول میزنم اینجا بیلدینگ اکسکلود که درخت سنگیش میره. این یکی هم میزنم اکسکلود. خب بعد الان اینطوری شده. بعد الان مثلا بخوای بیشتر نزدیکتر روش کار کنی مثلا اینجاش میده. این میتونه بیا اینجا، بعد رو هر کدوم اینا رو بزنی این روشن میشه. خب و اینا رو میتونی تکون بدی، هم روی این سبزی میتونی تکون بدی ببری که مثلا اینا اینجاش مونده رفت. اینم باید اینجاش مونده. اینو میتونم بیارمش اینجا. میتونیم این وسط اگه بازم دکمه یعنی پوینت اضافه میخوای میتونی اینجا رایت کلیک بکنی، میتونی اد پوینت. هم ریموو هم داره، هم میتونی اد پوینت. یه دونه پوینت اینجا اضافه میکنه. خب مثلا بیاره اینجا، میخوام روی این نباشه ولی بعد نمیتونم ریمووش کنم. این بر بیاد درست این بره اینجا رو کاور کنم. یه ذره بیشتر. بعد این هم میخوام کاور کنه. یک پوینت دیگه اضافه میکنم، میزنم روش روشن بشه. یکی اینجا اضافه میکنم، میزنم روش روشن میشه. میاد اینجا اضافه میکنم. اونم یکم اینجا مونده، باید بکشم میبرد که کاور کنه اینجا رو اینا دیگه. همینطوری میتونی اینجا بری دیگه کار کنیم، جایی که مونده رو روش بری که چیز کنه بگیره. اینجا بعد گفتی یک سوال دیگه داره که اینا وقتی مثلا وقتی درخت عوض میکنی اطراف هم عوض میشه. مثلا من الان اینجا رو میزدم، اینا مثلا یه درختش عوض کنم
فقط تو همینجا درخت عوض میشه، اینجاها عوض نمیشه. من نمیدونم چطوری گفتی که عوض میشه. حالا من الان اینجا انجام میدم مثلا ویژیتیشن، مثلا حالا هرچی استری ویژیتیشن، مثلا من هر کاری بکنم این توی این عوض میشه، اینجاها عوض نمیشه. چرا یه مقدار الان دیدم یه چیزی شد، سکن ببینم. قاطعا نباید عوض بشه، این یه باگ قبلا اینطوری نبود. عجیبه. ولی خب نوع درخت چیه که فقط مثل که جاش عوض میشه، جای درختاش عوض بدل میشه ولی نوعش عوض نمیشه. اون حالا نگرانش نباش، اب نداره، نوع درخت عوض نمیشه، فقط مثل که جاش عوض میشه. بعد دیگه همین. بعد یه چیز دیگه هم هست، مثلا اینجا اینو درخت اینجا داری، خب بعد یه پالیگان دیگه بذاری اینجا، مثلا اینجا، خب اینجا اینقدر اوورلپ کرده با این بر. خب بعد این الان پرایوریتی اینجا نوشته 0. خب اینو روشن میکنه. اگه اینو بذاری مثلا 1، این هرچی این باشه این نشون داده میشه. مثلا اینو عوض کنم الان، بذارم مثلا یه چیز دیگه، از میزنم حالا ویژیتیشن که 100% بیاد معلوم باشه. این الان میبینی الان مال این رویه نشون داده میشه. خب بعد ولی اگه اون یکی من بزنم پرایوریتیش رو بیشتر بکنم، معمولا قاعدتا باید اون یکی نه، الان اون یکی اومد نشون داده میشه. بعد میتونید با این بازی کنید به هر کدوم. حتی زیاد این فکر نکنم زیاد چیز باشه که مثلا بخوایی همچی کاری بکنید، ولی گفتم این مال اینه پرایوریتی. اگه دیدم با یک نشد همینطور برو بالا تا عوض بشه. دیگه سوال چی داشتی؟ برای ادیت کردن پالیگان هم که دیگه این کاری که تو رایت کلیک بزنی دیگه میتونی مثلا یه چیزی بستی مثلا قبلا دوباره میخوام بهش اضافه کنیم، به جای که اد ریموو کنیم میخوای زیادتر بهش اضافه کنیم، میزنی روش و میتونی رزوم ادیتی. بعد اینجا دوباره میتونی بیای چیز کنی، ادیتش کنی، دوباره ادامهش بدی، بعد دوباره دوتا بزنی بسته میشه. اینم از این. دیگه یه چیزی هم میخوای لاک باشه که معلوم نباشه میزنی، میتونی بری لاک آبجکت که اشتباهی مثلا دیگه اشتباهی ادیتش نکنی. این هم از این. دیگه برای پراجکت باز کردن هم همیشه باید این یه سینری باید باز کرده باشی. دیگه چیز به فکرم نمیرسه فعلا، تا بعد.